سلام بچه‌ها، خوش اومدین به این ویدیو. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوام بهتون میکاپ کره‌ای رو آموزش بدم. میکاپ کره‌ای میکاپیه که خیلی طرفدار داره به خاطر کیوت بودنش و به نظرم خیلی میکاپ زیباییه. اگه شما هم مثل من به این نوع میکاپ علاقه داری، حتما ویدیو رو تا آخر ببین و بریم سراغ ویدیومون. میکاپی که قراره بهتون آموزش بدم دقیقا همچین میکاپیه، خیلی نچرال و شیکه و میتونید به عنوان میکاپ روزانه ازش استفاده کنید. در کل خیلی آرایش کیوتیه. اولین کاری که میکنید اینه که با فوم شستشوی صورتتون رو میشورید و بعد از آبرسان استفاده میکنید و بعدش هم از پرایمر. دلیل استفاده از پرایمر اینه که منافذ باز صورت رو میبنده و باعث میشه که آرایش خیلی زیباتر روی پوستتون بشینه. از یک کرم رود روشن استفاده میکنیم و روی صورتمون میزنیم، با براش پخشش میکنیم و با بیوتی بلندر بلندش میکنیم. از یک پلت پنکیک کرمی رنگ روی لکه هایی که از صورتمون معلومن میزنیم و اونا رو فید میکنیم. حالا از یک کانسیلر استفاده میکنیم و ازش برمیدارم و زیر چشام میزنم. حالا با یه بیوتی بلندر بلندش میکنم. از یه پنکیک یا پودر فیکس برمیداریم با براش و صورتم باش خشک میکنم. با استفاده از یه مداد قهوه‌ای ابروهامون رو به همون مدل خودشون حالت میدیم و دنبالشون رو با استفاده از یه مداد قهوه‌ای ابروهامون رو به همون حالت خودشون حالت میدیم و دنبالشون رو یکم بلندتر میکنیم. برس ریمل ابرو رو روشون میکشیم تا مرتب شن. کانسیلر رو روی پلکمون میزنیم و بعد از یه سایه کرمی میزنیم روی پلکمون و از رنگ‌های مختلف سایه استفاده می‌کنیم تا به مدل ایدئالمون برسیم. دقیقاً مثل ویدیو باید از سایه‌هایی که رنگ‌های نود و خنثی هستن استفاده کنیم. حالا نوبت کشیدن خط چشممون هست. با یه براش از خط چشم برمی‌داریم و داخل چشممون می‌زنیم و بعد گوشه بیرونی چشم رو به بیرون می‌کشیم و سایه خاکستری به داخل چشم می‌زنیم. هایلایترمون رو برمی‌داریم و با هایلایتر یه خط زیر چشممون میندازیم.
از مژه مصنوعی یا ریمل استفاده می‌کنیم. مژه ها رو فر می‌کنیم و ریمل می‌زنیم. از برانزر به جاهایی که باید کانتور بشه می‌زنیم و با براش از برانزر به بینیمون می‌زنیم و کانتورش می‌کنیم. بالا و پایین لب‌هامون هم کانتور می‌کنیم. از یه رشگونه گلبهی به گونه‌هامون می‌زنیم و دوباره از یه رشگونه پررنگ اما شایندار می‌زنیم و حالا یه رشگونه صورتی برمی‌داریم. روی گونه‌ها یکم نوک بینی و روی چونه براش رو می‌کشیم. یه خط لب نود برمی‌داریم، خطوط لبامون رو می‌کشیم. حالا از یه رژ ماهی قرمز داخل لبمون رو پررنگ می‌کنیم و با یه چوب پنبه اضافیش رو می‌گیریم. حالا میکاپمون آماده شد. شما میتونید از این میکاپ به عنوان یه میکاپ روزانه استفاده کنید. هم شیک و جذاب هست و هم خیلی ساده و آسون. مرسی که تا اینجا همراه من بودی و ویدیومو تماشا کردی. ممنون میشم که چنلمو سابسکرایب کنی. خداحافظ.